با سلام، با درود، با عشق، با مهر، با تمام چیزهایی که باعث سربلندی، بزرگی و زیبایی زندگی میشه خدمتتون عرض ادب دارم و امیدوارم که حالتون مثل حال من خوب باشه. من هر وقت که یک کار مثبتی انجام میدم به هر حال حالم بخوام نخوام خوب میشه و خوشحالم که این روزها با وجودی که خبرهای بسیار بسیار ناجور و بد از کشور عزیزمون به گوش میرسه و میتونیم شاهدش باشیم، من حالم پر بدک نیست. یعنی اون سرزمینی که الان مورد ساخت ساز قرار گرفته و دوست و غیر دوست داره میکوبه و بمبارون میکنه و میزنه، اصلا نمیتونم راجع بهش فکر کنم زیاد، که جنوب مملکت رو اینطور عصبانی و پرخاش جویانه مورد تخت ساز قرار دادن. البته با توجه به عملکرد رژیم جمهوری اسلامی و عملکرد حکومت آخوندی این تصور همیشه میرفت و همیشه مورد نظر بود که اینا یه روزی بالاخره کاری میکنن، کارسون، و این مملکت رو از بن و از پی به گرفتاری دچار میکنن. خیلی هاشون هم بر این باورن که اگر قراره که این رژیم بیفته و اینها برن دنبال کار دیگه، برن همون دنبال کار بهشتشون، جهنم از سرنوشتشون خط بزنن، اینها جای سالم باقی نخواهند گذاشت و این مملکتی که به هر حال قرنهای متمادی است که سر پای ایستاده و جزو کشورهایی بوده که مظهر تمدن هم روزگاری بوده، به یک خاک و خاکستر تبدیل میکنن که دودش فقط تو چشم مردم اون کشور میره. اتفاق رو ببینید، در راستای این تفکر و این صحبت ها من به یاد یکی از ترانه های خودم افتادم که در ارتباط با بزرگی و نامآوری این سرزمین کهنسال و قدیمی داد سخن داده میشد و مظاهر بدی و خیانت رو به زیبایی خودم بیان کردم و که هر صاحب اندیشه ای رو اذیت میکنه. امروز که روز جمعه است و من برنامه تلویزیونی دارم خدمتتون و دارم به طور زنده این برنامه رو پخش میکنم، خب یه ذره کارمون از لحاظ کار مطبوعاتی آرومتر روزهای جمعه، به خاطر اینکه بالاخره هرچی آتش سوزی بوده ما سوزوندیم و هرچی تلاش و کوشش هم بوده کردیم که نشریه‌ای که جمعه میدیم دست هموطنانمون و مشتاقان این نشریه چیزی باشه آموزنده، ضمن که آخرین خبرها رو هم درش منعکس میکنیم. به خاطر همین من در مقر فرماندهی خودم که یه اتاق همون جلوی در هستش نشسته بودم، به طور اتفاقی دو سه تا از این آقایون پزشکایی که در
این ساختمون دفتر دارن و بیشمار بیمارای ایرانی دارن، عرضم حضورتون که یه ساخت صنعتی با من کردن و بعدا گفتن فلان خیلی کم کار شدی، کار جدید چی داری؟ و منم مطل نکردم، زود صداشون کردم، گفتم بیتون یکی یکی اومدن و من ترانه سرزمین من با صدای خانم ملیه رو پخش کردم. باور کنید که چنان این عزیزان غرق در خوشحالی شده بودن، ضمن تأثیری که بعضی ابیات این شعر درشون القا میکردش که همینطوری باور میکنید که من خودم اینقدر خوشحال بودم و اینقدر هپی بودم که باور کردنی نیستش. یعنی امروز یکی از روزهای بسیار بسیار خوب زندگی من بود، ضمن این که یک رفیق راه دورمونم در طول همین یک دو روزه از طریق همین برنامه تلویزیونی من پیدا کردم که اونم باعث خوشحالیم هستش. به هر حال صحبت از سرزمین بود، سرزمین من، سرزمین تو، سرزمین ما، جایی که ما به دنیا اومدیم، جایی که متولد شدیم، جایی که رشد کردیم، قبول گرفتیم، تونستیم سری توی سرا در بیاریم، مدرسه بریم و در نهایت احساس غرور بکنیم که ما وطنی داریم و در وطنمون ساکن هستیم. البته من یک عذرخواهی بسیار غلیظ به عزیزانی که دارن برنامه رو از روی اینستاگرام نگاه میکنن بدهکارم و اونم به خاطر اینه که یه چند دقیقه اول برنامه رو مثل همیشه که خیلی چیزا یاد من میره، از یادم رفته بود که دکمه کارشو بزنم، موقعی متوجه شدم که نصف حرفامو زده بودم ولی کن چیزی رو جا ننداختم و مطمئن باشین که اگرم چیزی رو جا انداخت باشم دوباره خونی میکنم. و در این قسمت به نام نامی عشق، به نام نامی سرزمینی که من و تو رو، ما رو به شخصیت رسونده، به بینش رسونده، به نام رسونده و به زندگی پیوند داده آغاز میکنم. اجازه بدید که اول این شعر رو که مایه از، باور کنیم که مایه از اوج دلبستگی من به شهر و دیارم هستش نوشته شده، براتون بخونم. بعد از مریم عزیزم خواهش کنم که این ترانه رو به عنوان افتتاحیه برنامه امروز پخش کنه. غیر از این کار دارم باهاتون. اجازه بدید اول من این شعر بخونم. نوشته شده: عصر شمال باید بیاد تا باغ شعرم گل کنه، فکر عبور از جنگل و رودخونه بی پل کنه. باد جنوب باید بیاد تا قلبمو مجنون کنه، چشمه خشک اشکمو جاری تر از کارون کنه. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین، به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. قامت زخم خورده تاک، آبی آسمون پاک، از بیکران تا به مغاک، طلای مونده زیر خاک. قسمتی از ثروت من از سهم ارث پدریست
چه غارت دشمن و دوست در عالم بیخبری است. یه دنیا شفته دلی، عالمی از ساده دلی، یک دورنمای ساحلی، سقف همیشه کاگلی. تمامی ثروت من از هدیه نام مادری است که قسمتم از ثروتم بدنامی دربدری است. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. عطر شمال باید بیاد تا باغ شعرم گل کنه، فکر عبور از جنگلا رودخونه بی پل کنه. باد جنوب باید بیاد تا قلبمو مجنون کنه، چشمه خشک اشکم جاری تر از هارون کنه. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. از بیکران تا به مغاک طلای مونده زیر خاک. قسمتی از ثروت من از سهم ارث پدریست که غارت دشمن و دوست در عالم بیخبریست. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. یه دنیا شفته دلی، عالمی از ساده دلی، یه دورنمای ساحلی، سقف همیشه کاگلی. تمامی ثروت من از سرزمین مادریست که قسمتم از ثروتم بدنامی دربدریست. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. بله، اجازه بدید که من یه اشاره کوتاهی داشته باشم به جوان بسیار هنرمند و پرشوری که آهنگ این ترانه رو به ساختار رسونده و به راستی کارش زیباست و از جوانهایی هستش که
لبریز از استعداد و زیبانگریستن به موسیقی هستش. یعنی یه تجربه ای بود برای خود من که با جوانها بیشتر مشهور و کار بکنیم و به هر تقدیر نمره قبولی گرفتیم. عزیزی که آقای امیر عباس حسن‌زاده، حالا طوری بود که هفته گذشتم من روی تلفنی که اینجا بغلم هستش و کسانی که روی خط میان رو نامشون رو میشه خوند به اسم ایشون رسیدم، ولی چون باور نداشتم که خود ایشون باشه به هر تقدیر من راجع بهش صحبت نکردم. ولی بعد از اینکه فهمیدم که ایشون با عشق و علاقه اومده روی خط و میخواد به ما خسته نگیم بشه، من بیشتر دلم میخواست که بهش بگم، چون که کار قشنگی کرده بود و خب دیگه وقتی که یه کار قشنگه دیگه. همونطور که گفتم تمام کسانی که میشنون این کار رو با دیده تحسین نگاه میکنن. البته از آرتیست اول این ترانه نباید غافل شد، چون من فکر میکنم که ایشون واقعا احتیاج به تعریف نداره. خانم ملیحه لگسی که صداش، اکتش و به هر تقدیر تحریراش بسیار بسیار قشنگ و زیباست و درست میخونه. مثل خیلی از این خواننده های تازه رسیده نیستش که فقط بلدن یه چیزایی اونم به صورت رنگ و رقص بخونن. حق مطلب رو ادا میکنه و من خوشحالم که با ایشون همکاری نزدیکی کاری داریم و در نهایت ایشون هم از راضی. البته گاهی وقتی مته خشخاش میذاره و راجع به چیزایی خیلی تاکید داره، ولی که به هر حال چون خواننده اثر هستن و حرفای ایشون هستش که اجرا میکنه، مجبوریم که بگیم چشم، هرچی شما میگی سرکار و حرفشان گوش بدیم. خب عرضم به حضورتون که چی بگم، از کی بگم، چطوری بگم. هر یاده اسم سرزمین وسط بود. ببینین این سرزمین ما رو به چه روزگاری رسوندن. نمیدونم تا چه اندازه خبرهای مربوط به کشورمون رو شما دنبال میکنید و تعقیب میکنید حوادث رو. خبرها خیلی بده. البته این خبرها یه مقدار بالا پایین داشته، ولی در نهایت اگه بخواید مجموعش رو شما نگاه کنین، غیر از خسارت و گرفتاری درست کردن برای مردم، همه داد از این میزنن که ما مدافع مردم هستیم، ولی دقیقا کاری که میکنن دشمن همین مردم هم انجام نمیده. شما ببین چه به روزگار این مملکت آوردن، خودی و بیگانه. کی باعث شده که اسرائیل به مملکت ما حمله کنه؟ مگر غیر از این که تصمیم های ناسواب و غلط رژیمی که حاکم هستش بر کشورمون چنین خطایی کرد و این همه دشواری رو درست کرده؟ کی انگشت توی چشم آمریکا کرده و اون رو همیشه سرزنش کرده که تو فلان یا بیسایی، در صورتی که تمام داد ستدش با کشور مثل چین و روسیه و این دو چیزا بوده. خب این بزرگا که آروم نمیشینن، مضافاً به این که کشورهای کوچیک منطقه هم که ماشاءالله یکی دوتا نیستن که
اینا ترسشون مجبورن که به دامان کشورهای بزرگ بچسبن و اونا رو قیم خودشون بکنن. هر کدوم که میبینی و پاکستان میگه ما مدافع حقوق عربستان هستیم، کویت در دنبال یه گردنکلفت دیگه میگرده که اون رو مدافعش کنه، قطر، امارات، اینا همه کشور کوچک عربی مثل بحرین، اینا همشون دنبال یه گردنکلفت میگردن که بهش البته میرسن، پولم میدن. یعنی واقعا این وسط تمام پولهایی که میتونست خرج عمران مملکت ما بشه، شخص سازندگی بشه و حتی بازسازی بشه و مسائل رو همش ببودن، غیر از این که حالا روی دوش مردم، رو دوش واقعا ناتوان مردم ما چقدر الان خسارت گذاشته شده. واقعا کی میخواد این خسارت رو جبران کنه؟ با توجه به اینکه روز به روزم بدتر میشه و آمریکا پاشو توی کفش کرده که تا اینها تعهد ندن در ارتباط با اینکه دنبال کار اتمی نمیرن، دست بردار نیستش. حالا به هر حال دیگه به خدا باور کنید که اینقدر خالق خودم از لحاظ این قضایا گرفته است که مجبورم به این مریم خانم عزیز بگم مریم جون محبت کن، این ترانه صلح و جنگ آقای شماعی زاده رو بذار که این هم در یک فورس ماژور خاصی من شعرش رو نوشتم و آقای شماعی زاده خیلی خیلی سریع روش آهنگ گذاشت و دوستانی که دور هم بودن و میخواستن حتما یه سرودی برای اجتماعی که اون روزها بر ضد جنگ تشکیل شده بود در روستان در مقابل ساختمان فدرال یه توشه‌ای داشته باشن، یه چیزی رو عرضه بکنن، این آماده شد که باید خانم الهه، خانم فتانه، خانم آقای عارف، معذرت میخوام آقای شماعی زاده این رو اجرا کردن. نفرین به تو ای جنگ، ای جغد بداهنگ، ما طالب صلحیم فریاد از این جنگ، ما طالب صلحیم از راه حقیقت، از فرط مصیبت دنبال محبت. قومی شده آواره، خونها شده فواره، از ترکش خمپاره تنها شده صد پاره. دلها پر نفرینه ای جنگ پر از کینه، قلبم گل آتیشه وقتی تو رو میبینه.
نفرین به تو ای جنگ، ای جغد بداهنگ، ما طالب صلحیم فریاد از این جنگ، ما طالب صلحیم از راه حقیقت، از فرط مصیبت دنبال محبت. این فاجعه قرن روزم اگه بی فرداست، این درد من و ما نیست، این درد همه دنیاست. خونم داره می جوشه، جنگوله آتیشه، وای از من و این اندوه، دنیا چرا خاموشه؟ شهرم اگه ویرونه، دردم با تو میخونه. بله ما صلح میخوایم. چشم افتاد به یک متن کوتاهی که رضا موزیک احتمالا نمیدونم کجا هستش، اگر در خارج از ایران یا داخل، ولی یک پیام قشنگی نوشتن ایران دیگه نابود شده، دیگه اون ایران سابق نیست، دلمون بدجوری مرده و دیگه هیچ انگیزه ای نداریم برای زندگی کردن نداریم. اینطوری هم فکر نکنین. ولی کن چیکار باز کرد؟ اگر همه بشینیم دست تو دست بذاریم و بگیم ایران رفت، ایران مرد، ایران خاکستر شد، ایران خاک شد، ایران نابود شد، خب خودمون کمک کردیم به این روند. من نمیدونم تا کی مردم آخه واقعا اگر این ملت خیزش کرده و بلند شده و 50,000 تا کشتم داده، باید پیگیر می بود دیگه. ما که اینجاییم، من دارم کار خودم میکنم، من کارم قلمه، کارم شعره، کارم موزیکه، هر کس داره خود کاری انجام میده. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ حد اکثرش اینه که یه دونه بنویسیم که آقا جون ما صلح میخوایم، ما جنگ متنفریم، ما نمیخوایم کشورمون جنگ باشه. راست نوشته این آقای رضا موزیک. اون مملکت رو میخوان نابود کنن، میخوان با خاک یکیش کنن و اون موقع تحویل بگن که بفرمون هر کی میخواد بیاد این بیابون لمیزرا، بیاد این کویر لوط تحویل بگیرن. چقدر ببینید الان دمه زدم در طول همین یکی دو ماهی که به هر حال یکی بزن ببینید یکی همین حمله های کوتاه و یکی در میونشون به وجود آورده. کی باید جواب این گرفتاری ها رو بده؟ کی باید این خرابی ها و این ویرانی ها رو آباد کنه؟ باور کنید که ما داریم تجربه، من میدونم ملت ما یک اشتباه بزرگی کرد. اون شاه خدا بیامرد 100 بار تو تلویزیون گفتش که نکنین این کارو،
نشستن میخوان این مملکت رو خاکسترش کنن، میخوان اینجا رو به دامن این اون بندازن، میخوان گرفتاری درست کنن، میخوان بدهکاری درست کنن، میخوان سرمایه ملی ما رو از بین ببرن. تمام بیشتر چیزهایی که الان بر سرمون داره میاد اون آدم پیش بینی کردش، ولی ما بیعقلی رو به جایی رسوندیم که اصلا این حرفا حالیمون نبود. اصلا مثل اینکه دیگه فارسی نمیفهمیدیم، باز با انگلیسی باز صحبت میکردن و کاری کردن کارستون. ببینین الان 47 سال مملکت ما روی خوش دیده. 8 سال اول جنگ با اصلا این رژیم سر ستیز داره، با همه ستیز هم نداره، میگه میخواد با حرف با زور میخواد حرف بی ربط خودش رو عقده کنه به مردم و اونها رو وادار کنه که این کار انجام بدن. بود دیگه بابا، بود. بعد عرضم بزرگتون که علی عباس خان دمت گرم. من قبل از این صحبتم هم راجع به شخص جناب عالی فکر میکنم که خودت باشی. در هر صورت خیلی خوشحالم از به هر حال این تماسی که برقرار کردی. امیدوارم که همیشه کوشا باشی، به اندازه کافی استعداد. دمت گرم. به این شعر و ترانه سرزمین یه والور و یه امتیاز خاص دادی. من به عنوان سراینده این کار واقعا ازت متشکرم. خانم مریم بسیار بسیار از شما امتنان و برای کلی ذوق داره میکنه که با یک مش جوانای بسیار مستعد داره همکاری میکنه و منم خوشحالم به هر تقدیر. ما هم خودمون یواشکی جا زدیم بین جوونا. ما یه موقعی جوان بودیم، الان پیر. ببین میگه نه وقت نیت کردن و نه جای استخاره است، قلبی که با عشق میزنه سن واسش یک شماره است. من ممکنه 100 سالم باشه ولی فکرم نذاشتم پیر بشه، فکرم جوونه و هماوردم. میخوام اگه پاش بیفته مثل اون قدیمای 50-60 سال پیشتر که تو تیم تاج بازی میکردم فوتبال و دروازه‌بان بودم و به من میگفتن گلر فنر، یعنی مثل فنر میتونستم پرواز کنم، توپ بگیرم و خودم از کارهای خودم خوشم میومدش. اون موقع همین بودم که حالا که هستم که سنم همینطور ماشاءالله قربونش برم نردبون گرفته رفته بالا. در اصل خوشحالم عزیز دل من هستی و همین که به خودت زحمت دادی فرستی. میدونم یه ذره مشکل گرفتن تلفن ما ولی که بله جواب اومد. باشتم خیلی آقایی، خیلی مخلصیم، قربان تو. در صورت اجازه بدین من از خانم مریم خانم خواهش کنم به افتخار حضور شما عزیزان. بله این امیر عباس خان ملودی و آهنگ سرزمین درست کرده بود. همونطور که گفتم واقعا یه کردیتی داده بود به کار. منم لحظه اول که شنیدم گفتم اصلا حرف نداره، باری کردم خوب گرفته بودی. در صورت مریم جون خانم مستوری میخوایی؟ خیلی خوب کردی، خوب کردی. اینم به افتخار آقای عباس خان بود با این کار زیبایی که کرده. عطر شمال باید بیاد تا باغ شرم گل کنه، فکر عبور از جنگلا رودخونه بی پل کنه. باد جنوب باید بیاد تا قلبمو مجنون کنه، چشمه خشک اشکم ما جاری تر از هارون کنه.
ای سرزمین نازنین. سخت خورده ی تاک آبی آسمون پاک از بیکران تا به مغاک طلای مونده زیر خاک قسمتی از ثروت من از سهم ارث پدریست که غارت دشمن و دوست در عالم بیخبریست. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. دنیا شفته دلی عالمی از ساده دلی یه دورنمای ساحلی سقف همیشه کاگلی تمامی ثروت من از سرزمین مادریست که قسمتم از ثروتم بدنامی در بدریست. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. قلبی به وسعت زمین در این غریب سرزمین به خاطر تو میزنه ای سرزمین نازنین. بله، چی بگم از کی بگم؟ یه حرفا گفتن نداره، اگر هم داشته باشه گوش شنفتن نداره. دیروزم هر جوری بود روزای ناجور که نبود، فاصله بین دلا این همه دور دور که نبود. هیچ کسی زندگیمو اینجوری تفسیر نمی کرد. قلب عاشق شدم و زندونو تعذیر نمی کرد. نارفیقا جلوی چشمون خسته شرف و دارش دادن، جلوی همسایه هامون عزت و وطن شلاقش دادن. چی بگم از کی بگم؟ یه حرفا گفتن نداره. دل تنگ من امشب بونه داره، هوای رفتن میخونه داره. آخه میخونه در روز غریبی واسم حال و هوای خونه داره. همون خونه که تا یادش میفتم به فکر سوختن خاکش میفتم، به فکر دوختن لبهای عاشق واسه بوسیدن خاکش میفتم. همون خونه که با شیرین زبونیش به حال و روز فرهادش میفتم، برای اون همه نامهربونیش به یاد روز بیدادش میفتم. الهی تا دیگه یادش نیفتم، به خاک پای آزادش بیفتم، به خاک پای آزادش بیفتم. کفتری که سوخت پراش شکسته قلب باوراش، چه فرقی میکنه قفس یا بی قفس نفس براش.
براش، پرنده‌ای که باوراش ریخته به زیر شاپراش، دق میکنه از بی کسی تو باقی که بسته دراش. به خنده هام نگاه نکن، این خنده ها رو شادی نیست، حتی دلیل گریه ها از غصه زیادی نیست. این خنده های یک دله از زندگی مکدره، سوزی که خنده هام داره از 100 تا گریه بدتره. وقتی دلم میسوزه و حس میکنم که سردمه، خنده به کار روزگار تنها دوای دردمه. وقتی دلم میسوزه و حس میکنم که سردمه، خنده به کار روزگار تنها دوای دردمه. کفتری که سوخت پراش شکست قلب باوراش، چه فرقی میکنه قفس یا بی قفس نفس براش. پرنده‌ای که باوراش ریخته به زیر شاپراش، دق میکنه از بی کسی تو باقی که بسته دراش. تا وقتی که پرنده هست جسارت پرواز نیست، تا وقتی که بغض صدا هست و صدای ساز نیست. در چشم خوش چشمه ها آبی چشم انداز نیست، راهی به سوی کوه نور در این سیاهی باز نیست. وقتی دلم میسوزه و حس میکنم که سردمه، خنده به کار روزگار تنها دوای دردمه. وقتی دلم میسوزه و حس میکنم که سردمه، خنده به کار روزگار تنها دوای دردمه، تنها دوای دردمه، تنها دوای دردمه. از عزیزانی که روی خط هستن دمشون گرم، آقای امیر عباس سازنده آهنگ سرزمین و خواننده خوش صداش، عرضم بزرگتون که خانم ملی به اضافه دوستان دیگه‌ای بهزاد خان، عرضم بزرگشون همینطوری داره اسم میادش بالا و بر تقدیر اینا. بله ملی خانم هم رو خطه، عرضم بزرگتون که دوستان گیرش آوردن ولش نمی‌کنن، دارن روی تلفنی که ما متوسط به برنامه هستش
دارم با هم چاق سلامی میکنم. خیلی خوب بکنم، امیدوارم که همه خوب باشن. من خوشحالم که ما میتونیم شدیم یک پل پیوند بین عزیزانی که به کارهای قشنگ و راستین و خوب و با اصالت توجه بیشتری مبذول می‌دارم. من خوشحالم که با یه همچین خواننده‌ای دارم همکاری میکنم و تا الان کارهایی که من سعی کردم نویسنده اشعارش باشم هر کدوم از ویژگی و به هر حال پیام‌های بسیار زیبا و خاصی بهره برده و نوشته شده و امیدوارم که این خط بتونه اینقدر تداوم پیدا کنه تا به آزادی کشورمون منتهی بشه. به نام نامی عشق نوشتم دفتر دل، گذاشتم زندگیمو به پای باور دل، ولی هرگز ندیدم کسی رو یاور دل. دل میگه به سیما آخر بزنم، خونه بخت تو رو در بزنم، واسه دیدار تو پرپر بزنم یا نزنم، بزنم یا نزنم. روز و روزگار به همتون خوش، تا روز یاده. خیلی وقت سایتو بر سر ندارم، چشم در دارم ازت خبر ندارم. خیلی وقت زیر رگبار محبت پای رفتن دارم، هم سفر ندارم. تو برام همه کسی، تو برام هم نفسی، نمیدونم که چرا تو به من نمیرسی. جای امن بودنم گرمی آغوش توست، دلی دارم نازنی که همیشه پیش توست. گفته دیگه دوست ندارم، گل بوسه بر سر رات نمی کنم. به من بگو کدوم صدا با تو هنوز عاشقانه میخونه، کدوم دل دردآشنا مثل دل من به پات میمونه. شبای من بدون تو یه آسمون بی ستاره، بودن تو برای من مثل تولدی دوباره. خیلی وقت سایتو بر سر ندارم، چشم در دارم ازت خبر ندارم. خیلی وقت زیر رگبار محبت پای رفتن دارم، هم سفر ندارم.
با دلی عاشق به دنبالت نمیام کی به تو گفته دیگه دوست ندارم گل بوسه بر سر راه نمیکارم به من بگو کدوم صدا با تو هنوز عاشقانه میخونه کدوم دل درد آشنا مثل دل من به پات میمونه شبای من بدون تو یه آسمون بی ستاره بودن تو برای من مثل تولدی دوباره خیلی وقت سایتو بر سر ندارم چشم در دارم ازت خبر ندارم خیلی وقت زیر رگبار محبت پای رفتن دارم هم سفر ندارم بهترین و مؤثرترین ویتامین جهت ساخت کالاژن از بین بردن چین و چروک، آنتی‌اکسیدان قوی، روشنی و درخشندگی پوست و کاهش لکه‌های صورت برای خانم‌ها و آقایان فقط ویتامین C لاسین. شماره تماس 818 266 86 63 لاسین. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف thins یا نانهای ترد و نازک صدف در سنو، سسمی سید، آلمند و فلکس سید بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف thins یا نانهای ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.